همه جا نوشته بدون گلوتن. همه فکر میکنن گلوتن قاتل جدیده، اما واقعیت اینه فقط 1% مردم واقعا باید ازش فرار کنن. پس چرا خیلی ها بعد نون و پاستا سنگین میشن؟ این ویدیو قراره این راز رو برات باز کنه. اینجا میفهمی گلوتن دقیقاً چیه، چرا بعضی واقعا حساسن، چرا نون صنعتی بدترش میکنه و در نهایت یاد میگیری چه نونی رو انتخاب کنی تا سالمتر باشی. اول درباره خود گلوتن و سلیاک میگم، بعد میریم سراغ حساسیت‌های غیر سلیاکی. نون صنعتی و سنتی رو مقایسه میکنیم و آخر هم نگاه ناتوپاتی و راهکارهای عملی رو مرور میکنیم. اگه به موضوع این ویدیو علاقه‌مندید عدد 20 رو کامنت کنید. اما گلوتن چیه؟ گلوتن یک پروتئینه که توی گندم، جو، چاودار وجود داره. همین باعث میشه نون حالت کشانی داشته باشه، برای بیشتر آدم‌ها بی خطره، اما در بعضی‌ها میتونه دردسر درست کنه. کسی که پیتزا میخوره و بعدش احساس نفخ شدید میکنه، آیا این مشکل از خود گلوتنه یا از ترکیب غذای ما؟ اما درباره بیماری سلیاک، فقط حدود 1% جمعیت دنیا سلیاک دارن. بدنشون گلوتن رو به عنوان دشمن میبینه و به روده حمله میکنه. مانند بیماری که بعد از نون اسهال، کاهش وزن و کمخونی شدید پیدا میکنه. اما تکلیف اون 99% دیگه چیه؟ و اما حساسیت غیر سلیاکی. بعضی‌ها سلیاک ندارن ولی بعد مصرف نون دچار خستگی، سردرد یا نفخ میشن. به این میگن حساسیت غیر سلیاکی. مثل فردی که تست خونش سالمه ولی با نون سفید حالش بد میشه. پس مشکل کجاست؟ خود گلوتن یا فراوری مدرن گندم؟ مقایسه میکنیم نون صنعتی با نون سنتی. نون صنعتی با آرد سفید، آنزیم‌ها، بهبود دهنده‌ها و پخت سریع تهیه میشه. این یعنی گلوتن تغییر یافته و قند خون بالایی داره. در مقابل خمیر ترش سنتی با تخمیر طولانی هم هضم راحت میکنه، هم فیتات رو میشکنه. مثل نون سنگک خمیر ترش نسبت به نون فانتزی کارخونه‌ای. یعنی مشکل ما بیشتر از نون امروز میاد تا خود گلوتن. بهترین روغن برای آشپزی و سالاد یه ویدیو گذاشتم اون بالا، لینکش رو حتما ببینید. اگه ویدیو تا اینجا دیدی کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. گندم‌های امروزی فقط با کود شیمیایی و آبیاری نیستن، بارها سمپاشی میشن. باقی مانده آفتکش‌ها میتونه خودش بخشی از مشکل باشه. مثلا کشاورزی سنتی روستایی نسبت مزارع صنعتی با سموم. شاید بدن ما به وجود گلوتن حساس نیست، به سموم چسبیده به گندم حساسه. این بخش در رابطه با سبک زندگی مدرن هست که استرس مزمن به اضافه کم خوابی و مصرف قند زیاد روده رو ضعیف میکنه. این بخش حتی گلوتن طبیعی هم ممکنه اذیت کنه. مثلا کسی که زندگی پر استرس داره با نون خمیرترش هم مشکل پیدا میکنه. آیا باید همه چیز رو گردن نون بذاریم یا سبک زندگی هم مقصره؟ یه پلیلیست من گذاشتم اون بالا در رابطه با سبک زندگی ناتوپاتی، حتما ببینید. اما فصل بعدی در رابطه با نگاه ناتوپاتی. ناتوپاتی نمیگه همه باید گلوتن رو حذف کنن. میگه اول باید بدن، سبک زندگی و کیفیت غذا بررسی بشه. مثل یک نفر با حذف نان صنعتی خوب میشه ولی نیاز نداره نون سنتی رو حذف کنه. یعنی همیشه حذف کامل بهترین راه حل نیست. تست کن، چند روز بدون نون و پاستا باش و نتیجه رو یادداشت کن. به جای نون سفید نون خمیر ترش استفاده کن. به جای پاستای معمولی پاستای کامل یا بدون گلوتن بخور. همراه نون
سبزیجات یا پروتئین مصرف کن تا قند خون ناگهانی بالا نره. مثال مریم صبحونه‌شو از نون سفید و مربا به نون خمیرترش و تخم مرغ تغییر داد. دیگه تا ظهر انرژی داشت. میخوای فردا بدون نفخ و سنگینی روزتو شروع کنی؟ و یه گروزی هم میزنیم در فصل درباره گلوتن و سیستم ایمنی. خیلی ها میپرسن آیا گلوتن میتونه سیستم ایمنی رو ضعیف کنه؟ جوابش بله. در بعضی افراد وقتی روده تحریک میشه پروتئین های نیمه هضم شده وارد خون میشن. بدن اونا رو به عنوان بیگانه میبینه و واکنش التهابی میده. نتیجه سردردهای مکرر، درد مفاصل و حتی خستگی مزمن. مثل خانومی که همیشه بعد کیک خامه‌ای دچار سردرد شدید میشه ولی بعد حذف نون صنعتی علائمش نصف میشه. پس شاید سردردهای تو اصلا ربطی به استرس نداره، به نون روزمرته. خب در این فصل هم یک گریز دیگر بزنیم درباره گلوتن و پوست که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه. گلوتن فقط روده رو درگیر نمیکنه، بعضی وقتا پوست رو هم هدف گیره. در بیماری به نام درماتایتیس هرپتیفورمیس خوردن گلوتن باعث جوش‌های خارشدار میشه، حتی در افراد بدون سلیاک هم. التهاب ناشی از گلوتن میتونه آکنه یا اگزما رو بدتر کنه. مثالش نوجوانی که با حذف نون سفید جوش‌های صورتش 40% کمتر شد. التهاب روده باعث افزایش سایتوکین ها و التهاب پوست میشه. شاید کرم ضد جوش مشکلتون رو حل کنه، بلکه حذف نون سفید کلید باشه. این بخشا رو گفتیم و در نتیجه گیری رو بستیم. هر سوالی درباره این فصل دارید توی کامنت بپرسید. این برای همه دشمن نیست، فقط درصد کمی سیلیاک داره. بیشتر مشکلات ما از نون صنعتی، فراوری، مدرن، صوم کشاورزی و سبک زندگی پر از استرس میاد. حتی ایمنی و پوست هم میتونن از گلوتن تاثیر بگیرن. ناتروپاتی میگه اصلاح منبع، روش پخت و سبک زندگی خیلی مهمتر از حذف کورکورانه است. برای ویدیوی بعدی که درباره قهوه است کانال رو سابسکرایب کن. اگه مفید بود لایک کنید تا بیشتر دیده بشه. توی کامنت ها بنویسید شما بیشتر نون سنتی میخورید یا صنعتی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.